سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم انواع جک خودرو رو بررسی کنیم. اگه به این موضوع علاقه داری تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب همونطور که میدونید وقتی ماشین پنچر میشه خب ما به جک خودرو احتیاج پیدا میکنیم. حالا جکایی که تو خود ماشین است، جکای فابریک ماشین، قدیما خیلی بهتر بودن ولی الان خیلی ضعیف شدن و دیگه به درد نمیخورن و وقتی میخوای مثلا ماشین رو بلند کنی احتمال اینکه جک حالا خراب شه یا کج شه و اینا وجود داره و دیگه جکا مثل جکای قدیمی با کیفیت نیستن متاسفانه و احتمال داره وقتی از این جکا استفاده میکنیم حالا مثلا تو جاده جک یه موقع کج بشه، خراب بشه، ماشین رو نتونه بلند کنه و خب ما تو راه بمونیم. به خاطر همین امروز میخوایم انواع جک ماشین رو بررسی کنیم. جک اول که همون جک فابریک ماشینه. این جک‌ها قدیمیاش خب محکم‌تر بودن، الان خیلی ضعیف‌تر شدن و دیگه کاربرد قدیمو ندارن و حالا اگه کجم نشه بلند کردن ماشین با اون جک‌ها و خوابوندنش خیلی سخته و هی باید به چرخونی نیاز به قدرت زیاد داره و خیلی طول میکشه، آدمو خسته میکنه. چند دقیقه طول میکشه ماشین رو بلند کنی، چند دقیقه طول میکشه ماشین رو برگردونی بذاریش زمین و خب خیلی طول میکشه. جک بعدی جک هیدرولیک است. جک هیدرولیک اکثرا تو وانتا یا کامیونا استفاده میشه که خب قدرت خیلی بالایی دارن، سریع با چند تا حرکت ماشین رو میاره بالا و در کل واسه استفاده حالا شخصی یا اگه حالا وانت داری یا کامیون داری خیلی واجبه استفاده از جک هیدرولیک و من این جک رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگه نمیخواید از جک معمولی استفاده کنید یا میتونید تو ماشینتون هم جک معمولی استفاده کنید هم جک هیدرولیک، مثلا 2 تا جک داشته باشین تو ماشین که تو مواقع اضطراری یا مسافرت ها 2 تا جک همراهتون باشه که دیگه تو جاده نمونید. جک بعدی همین جکیه که تو مکانیکا میبینید و بهش میگن جک سوسماری. جک سوسماری یکی از بهترین جکاست چون هم ارتفاع بالایی داره و هم خب راحت ماشین رو بلند میکنه، به همه ماشینا میخوره و دیگه کلا بلند کردن ماشین رو خیلی آسون میکنه. ولی خب یه مشکلی که داره اینه که جکای سوسماری اکثرا سنگینن و ابعاد بزرگی دارن و خب تو ماشین شخصی شاید خیلی کاربردی نباشن. البته مکانیکا جکای هیدرولیکشون خب خیلی بزرگتره، از همون جکا کوچیک‌ترش هم تو بازار وجود داره ولی خب یه خورده ابعاد بزرگتری داره و یه خورده سنگینه. ولی خب تو استفاده شخصی به نظر من جک خوبیه که آدم تو ماشین داشته باشه و تو مواقع اضطراری یا همون تو استفاده عادی جک سوسماری هم گزینه مناسبیه تو بین جک‌ها. یه نوع دیگه از جک‌ها وجود داره که بیشتر تو آفرود استفاده میشه و ماشینایی که حالا میرن آفرود و تو شن و ماسه و اینا گیر میکنن. جک معمولی خب داخل شن و ماسه و اینا نمیتونه ماشین آفرودی رو بلند کنه و چون ماشین آفرودی هم ارتفاع بلندی دارن، جکای معمولی و جک هیدرولیک و اینا اصلا نمیتونه بلنده، یعنی نمیرسه به ماشین و این نوع جکا بیشتر واسه ماشینای آفرودی استفاده میشن و اگه آفرود زیاد میرین این نوع جک رو بهتون پیشنهاد میکنم. یه نوع دیگه از جک وجود داره که البته جک نیست، یه توپ مانند، بالشت ماننده که میذاری زیر ماشین و یه طرفش هم به اگزوز ماشین وصل میکنی و دود اگزوز وارد این حالا کیسه میشه و این کیسه باد میکنه و ماشین رو بلند میکنه. اینم بیشتر تو آفرود مورد استفاده قرار میگیره. خب ممنون که تا اینجای ویدیو اومدین. اگه دوست داشتین لایک و دنبال کردن یادتون نره. ممنون، خداحافظ.